میگن یه زمانی یک عارفی داشت سخنرانی میکرد، صحبت میکرد و زهد داشت و چله برمی داشت و اینا. یک جوانی خیلی به این عارف علاقمند شد، کفشاشو رفت میکرد، دنبالش راه میرفت، نمیدونم مگس رو میزد دورش کنار، غذا براش برمیدار. خیلی این مریدش برداشت گفتش که تو مراد منی، اصلا تو نباشی من میمیرم. بعد این عارف هم خسته شده بود، این دائم مثل کنه چسبیده بود و اصلا اینی ول نمیکرد. یک روزی عارف مریدش رو ول کرد، یه جا قالش گذاشت، به جا که از در جلوی مسجد بیاد بیرون، از در پشتی مسجد رفت و خبر رسید که این مرد. عارف خیلی تعجب کرد، گفته بود بهش اگه تو من ول کنی من میمیرم، بعد رفتید مرد. عارف قول ارتباطی داشت به خدا، گفتش که خدایا من فکر نمی‌کردم مگه ول کنم میمیره. گفت چرا دیگه، هر مرادی مریدش رو ول کنه مریدش میمیره. بعد گفت خدایا ما تو رو داریم چرا نمیمیریم؟ گفت چون من شما رو ول نمیکنم، من شما رو اصلا ول نمیکنم، من هیچ وقت شما رو ول نمیکنم. پس اینکه تو مسیر کسب و کار من فکر کنم ولم کردن که میمیرم، فکر کنم ولم کردن میمیرم. ای در مسیر خلق کردن، برکت دادن، سفره انداختن، روزی حلال رو توزیع کردن، تو یکی نیستی، خدا هم با تو، خدا قدم قدم با تو. عارف ما که ول نمیکن، ما شما ول کنیم شما میمیرید، ما ول نمیکن، ما هیچ وقت شما رو